لندن 1982 زنها و کارگرهای جنسی تک به تک گم می‌شدن و با ضربه به سرشون با چکش از بین رفته بودن. پلیس خیلی سرگردون بود چون قاتل هیچ اثری از خودش جا نمیذاشت. حالا قاتل کی بود؟ جیمز، یک کارگر ساختمان، 35 ساله، 2 تا بچه داشته، زن داشته و هیچ کس بهش شک نمی‌کرد چون صبح میرفته و شب برمیگشته. شبا میرفته خیابان رادکلیف و کارگرهای جنسی رو سوار میکرده، بعد بهشون تجاوز میکرده، بعد با 20 ضربه چکش اونها رو از بین میبرده. چطور؟ لورا سال 1988 یک زن از دستش فرار میکنه، میگه پیش پلیس، میگه یک مرد با چکش افتاده دنبالم و میخواد منو بکشه. پلیس ها پیداش میکنن، دستگیرش میکنن و توی ماشینش یک چکش که خونالود بوده رو پیدا میکنن. وقتی هم دستگیرش کردن ازش پرسیدن تو چرا این کاری کردی؟ گفت که من از کارگرهای جنسی بدم میاد، ازشون متنفرم، اونا کثیفن. و بعد محکوم شد به حبس ابد و در سال 2003 در زندان میمیره. برای حمایت از ما شما یه دکمه لایک بزنید.